بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام و درود، امیدوارم که جور صحتمند و سر حال باشید. شما رو دعوت می‌کنم به تماشای یک ویدیو بسیار ناب قشنگ در مورد ورزشی که نفس، وجود و تن آدمی را سالم و صحتمند نگاه می‌کنه. ما ورزش فوتبال داریم، مسابقه فوتبال داریم بین دوستان. البته یک مسابقه دوستانه است. قومای گل با هم دیگر بازی میکنن، ورزشکارای توانا قدرتمند قومای ما با هم دیگر بازی میکنن. یک بازی دوستانه است. بعد فعلا می‌بینیم که تیم شهید فکوری آمادگی لازم را برای بازی ناب قشنگ میگیره و تیم مقابل هم که آمادگیشون رو گرفته. بخیر بازی رو شروع میکنیم. یک برنامه قشنگ و خوبی است بین دوستا و قوما. البته نامش رو نمیتونیم تورنمنت بگذاریم، اما یک برنامه ورزشی نسبتا متوسط، نسبتا برنامه ریزی شده و قشنگی است که خیلی از هواداران، خیلی از ورزشکاران قومای ما در این برنامه اشتراک میکنند، در این مسابقه اشتراک میکنند. حدود 12 تیم است به این با رقابت میکنند. در جمع 12 تیم شهید فکوری است که فعلا چندان امتیاز خوبی نداره. امیدوار هستیم که امتیاز ما هر روز در حال افزایش باشد و بازی هایی که پیش رو کلا ببریم. البته اعتماد به نفس ما دیده میشه حتما ببریم، ولی ببینیم که در قسمت بازی های بعدی ما چطور میتونیم که انجام بدیم. ببینیم که تیم مقابل هم بسیار با یک اعتماد به نفس بالا عکسایشان رو میگیرن و در این طرف هم داورای محبوب و دوست داشتنی رو میگیرن و داورای تکنیکی بخش ورزش میگیرن دوستان. البته سر و صدا زیاد است، شاید صدای من خیلی کامل نبیه، اما ببینیم که من چه رقم یک ورزشکار، یک فوتبالیستی خوب است. تو میگی نه سایکت نگید کامرا رو سایکت تو باش آقای زی تو بونده اولترا چطوری رقم فیگور گرفتی؟
دیدی که یکم سرعت است بالای میزنه چون دبلیزیور Dari film. بیار فیلم دوستای دم میگیرن که بازی بین تیم های اولیاد و تیم یاران جاکر به شدت جریان داره. بازی تورنمنت است، تورنمنت قومی و لیگ برتر کشی. در این دور تورنمنت همونطور که به شما گفتم حدود 12 تیم اشتراک کردند با بازیکنان بسیار حرفه‌ای. البته یکان بازیکنان غیر حرفه‌ای هم دارن، مثل که فعلا تو بدیدین در روی بازیکن اصابت نمود. بله و قرار شده همونطور که وعده دادم به شما یک گزارش ویژه‌ای را از این تورنمنت و از این لیگ برتر به شما شریک خواهم ساخت. و بازی بسیار جذاب است، اما نتیجه هنوز هم به سود اولیاد پیش میره که 6-4 به سود اولیاد است و آقای زیایی است که توپ را پرتاب میکنه با این بازیکن. بله و من فقط جزئیات کلی این تورنمنت حتما با شما شریک میسازم. فعلا بازی که جریان داره در واقع بازی هفتم است، بین تیم ها برگزار میشه که در واقع 11 تیم 12 تیم بین هم دیگه بازی میکنه و هر تیم در مجموع بله شوتی که انجام شد. هر تیم در مجموع بله هر تیم در مجموع 11 بازی انجام میده که در 11 بازی هر تیمی که بیشترین امتیاز را از آن خود میکنه یا اینکه امتیاز برابر بیشترین گل را میزنه و یا اینکه کمترین کارت زرد را داره، اونا در واقع قهرمانی دوره تورنمنت و یا این دوره لیگ برتر کشی را از آن خود میکنه. سرعت این بازیکن بله خطرناک است. گلی که انجام شد، گل هفتم به سود تیم اولیات است که قرار است که تیم اتحاد جاکر با تیم نسل نوین بازی بکنه. هر دو تیم در حال آماده باش است و بازی سوم است و هر دو تیم البته تیم‌های قدرتمند است، مدعی قهرمانی است. اما اینکه نتیجه این بازی چطور میشه باز در گزارش ها براتون خواهم نشر کرد. اما از اونجایی که فرصت کافی نیست نمیشه که از هر بازی با شما گزارش تهیه کنم. مجموعی این دور تورنمنت باز با شما یک گزارش ویژه‌ای را شریک خواهم ساخت. از همین خاطر زیاد منتظر نباشین که ما ویدیوی بسیار کامل و پرفکت از بازی‌های مختلف با شما شریک بسازم. به خاطر است که ما کوشش میکنم که از هر بازی کمترین یا حداقل یک گزارش کوچک یا حداقل یک شات بسیار مختصری از هر بازی برایتان داشته باشم. دوستای گل اصلا نمیتونم کل بازی‌ها را کل صحنه‌ها را به شما نشان بدم. از اون خاطر فقط از هر بازی ممکنه بازی‌های را بخصوص که خود مستم و همچنان فرصت دارم فقط یک شات مختصر و کوچک را خواهم داشت. بله یک فرصت استثنایی. بله بازی بله چه فرصتی که تبدیل به گل نشد. دوستای گل فرصت دومی که
انداخت اشتباهه وارد نمیرسه اونجا مرادی که تبدیل بشه به 15 گله این بازیکن اگر بازی قبلی بود حتما گلای می داشت، اما حالا هم کم نیست. این 3 گلی که در این بازی انجام داده و با این 3 گل که انجام داده در واقع در 7 بازی انجام شده دارای 15 گل اسپیشال است که در واقع شما هم دیدید گل اخیر را که انجام داد. گلی که انجام شد. بله دوستان عزیز، تمرین و آمادگی تیم ستارگان رو می‌بینیم که آقای رحمانی ادامه دوستان این بازی خیلی بازی جذاب و قشنگ بشه. نمی‌فهمم که نتیجه این بازی اصلا قابل پیش بینی نیست. هیچ کس هنوز نگفته کدام یک از تیم‌ها برنده میشه، به دلیلی که هر دو تیم بسیار تیم‌های قدرتمند است. البته تیم یاران اف سی را می‌بینیم که در حال آمادگی و آماده باش است. احتمال داره که قسمتی از این بازی رو ما با شما گزارش بدم و در جمع گزارش و در جمع همین ویدیوی کاملی که گزارش کاملی این تورنمنت را نشان میده به شما شریک بسازم. دوستای گل دوستای دم خطای دوزد به سودی تیم شهید یوسف. بازی بسیار جذاب و قشنگ بین تیم‌های شهید یوسف و تیم همدلی که هنوز هم البته فعلا نتیجه با 3-0 به سودی تیم او مای گاد. گل شماره بعدی که انجام نشد، البته شد. من نمی‌فهمم که مشکل در کجا بود که چرا گل حساب نشد. قطار دو ضرب نکن، مستقیم زد. خب خطای شوتی که مستقیم انجام میشه از زاید خودتون خبر دارین. کسایی که بازی‌های فوتسال انجام میده خبر دارن که مستقیم اگر شوت کنی یا خطای دو ضرب را معنیش این است که گل حساب نکیجی. بعد از زاید باز هم ممکنه در این دور یا در این هفته که هفته هفتم است یک مقدار ویدیوها بیشتر شود، اما گزارش کامل است از این دوری تورنمنت. بله فرصت استثنایی به سود تیم شهید یوسف. بله شوتی که انجام میشه، پاسی که بسیار اشتباه و به سود او مای گاد گلی که انجام نشد. البته شما جناب بله یک حمله بسیار سنگین و شدید است از دروازه‌بان بسیار حرفه‌ای است، اما یگان وقتا به دلیل که ممکنه فرصت‌های خلق نشود اینا نتونه که بازی را طوری که خودش میخواد انجام بده. دوستای دم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود. شنیدین شما صدای صوت بسیار ناب و قشنگ داور را که در واقع صوت بازی هفته هشتم را به صدا در آورد و فعلا تیم‌های همدلی و تیم‌های اولیاد با هم دیگر بازی میکنن. در هفته هشتم لیگ برتر پچی قرار داریم. دوستان عزیز هر دو تیم‌های نسبتاً قدرتمند است، با هم دیگر بازی‌های خوبی را انجام گذاشتند و نمایش گذاشتند. تیم سفیدپوشان همدلی تا حال تونسته 3-2 سیاه‌پوشان اولیاد را ببره و بله سفیدپوشان همدلی تونسته تا حال سیاه‌پوشان اولیاد را 3-2 ببره و بازی ناب و قشنگ را از همدیگر هر دو تیم به نمایش بگذاره. البته اینکه کدام تیم خواهد بود برنده این بازی کدام یک از ایناست مشخص نیست، اما خیلی زیاد تاثیرگذار هم نیست، به خاطر اینکه لیگ برتر است و لیگ برتر باعث از این میشه که البته این کمک داور است که کشف میکنه که دروازه‌بان به دلیل اصابت یک توپ احساس درد داره. ادامه بازی‌های لیگ برتر
فشی است که شما فعلا تیم‌های نسل نوین و همچنان شهید یوسف می‌بینید که در حال آماده باشه است و تمرینات و گرمکاری‌های لازم را انجام میده تا اینکه باشد هر دو تیم قدرتمند که در صدر جدول قرار دارند بتونن بازی‌های خوب را به نمایش بگذارند و 3 امتیاز کامل این بازی را از آن خود بکنه. البته مسلم است که اگر هر دو تیم بتونه امتیازها را تقسیم بکنه یک امتیاز از همدیگر بگیرن، آنجاست که چالش‌های شدیدی متوجه هر دو تیم خواهد بود، به دلیل اینکه رقابت‌های شدیدی جهت کسب قهرمانی این دور تورنمنت وجود دارد و هر کدام از این تیم‌ها باید تلاش‌های بیشتر انجام بده تا اینکه نتیجه بهتر را از آن خود بکنند. آمادگی لازم گرفته شده. فعلا سودی داورم به صدا دارم و قرار است بازی شروع شود. من هم به دلیل مشکلاتی که به شما گفتم نمیتونم که تمام این بازی ها رو تحت پوشش قرار بدم و اما کوشش میکنم که گزارش خوبتری را برای شما تهیه بکنم و حداقل از جریان بازی های بعدی یعنی هفته 9 10 و 11 بتونم گزارش های کامل تر را به شما نشر بسازم. به رسم احترام دو تیم فعلا مقابل هم ایستاده هستند و داورها گفتنی های لازم را برای بازیکنان هر دو تیم ایراد میکنه تا باشد بازی ناب و جذاب و بدون مصدومیت را داشته باشند. انشالله بازی خوب و قشنگ را آرزو میکنم. بخیر باشین دوستان. هر دو تیم قرار است یک عکس دست جمعی ناب و مقبول را ثبت خاطرات این دور تورنمنت و این دور رقابت از هر دو تیم بکنه تا باشد که روزگاری از این خاطرات ناب و قشنگ در واقع نتیجه این بازی هم میتونه در خاطرات آنها ثبت شود را نیز با خود داشته باشد. شهید یوسف یک از تیم هایی است در جمع تیم های قرار دارد که بازیکنان بسیار با تجربه در ترکیب خود دارد. بازیکن شماره 7 که تا حال تونسته 16 گل را به ثمر برسانه و بعد از تا این دور بعد از جانعلی یوسفی در مقام دوم بهترین و آقای گلی این دور تورنمنت قرار بگیرد. بله سرعت بسیار ناب است، بازی ها بسیار شدت گرفته، سرعت این بازی بسیار بالا، شوت بسیار مستحکم. البته معذرت میخوایم دوستا که تصویر خیلی زیبا و واضح نمیاد. خطایی که به سود تیمی شهید یوسف گرفته شده. البته بازیکن شماره 2 اندک ترین بازیکن نیست. شوت بسیار بله دوستا دیدین چه شوتی بود، چه مستحکم، دروازه بدون کدام خطایی و بسیار با دقت کامل شوت مستحکم این دروازه‌بان از بالای دروازه عبور میکنه دوستا. یک گل ناب و خوب و لایه از محترم نعمت الله سلطانی، بازیکنی که تا حال با 17 گل در رده دوم آقای گلان قرار دارد. دوستا بازی جریان داره، هر دو تیم بازی های خوبی رو به نمایش گذاشته، اما دو بازیگر به دلیل بعض اختشاشات داخلی کارت سرخ دریافت میکنه. شوتی که گل نشد، کارت سرخ دریافت میکنه. شما متوجه هستین که هر دو تیم با 4 بازیکن در روی میدان، یعنی یک دروازه‌بان و 3 بازیگر در میدان در حالی بازی است. بازی ادامه میده، ببینیم که آیا این توپ تبدیل به گل میشه یا خیر. بله شدی که تبدیل به گل نشد و ما واقعا سپاسگزاریم از داور که خطاها و موقعیت‌هایی را که نسبتاً حساس است خوب مدیریت میکنه و با کارت زرد درس و بله پایان بازی با نتیجه 5-2 به سود تیم شهید یوسف که نتیجه خوبی هم در قبال کارت زرد و سرخ نداشت متاسفانه. دوستان عزیز، بازی بین تیم‌های خانه بزرگ، به چه بازی امان تو بگی نشد. البته فاول تا حدود بود به نظر من، البته داور ندیده و دوستان عزیز آغاز بازی است بین تیم‌های شهید یوسف و تران جاکه ببخشید و بازی‌های از نار ما می‌خوایم که در این ویدیو آخرش باز بر شما نشر بکنم تا اینکه یک گزارش دیگه اسپیشال داشته باشیم به خاطر پایان تورنمنت.
آقای زیایی سلام، خوبین؟ سلام علیکم آقای یوسف. بخیر، صحتمند، بخیر سری حال. هر دو تیم اعلام حضور اعلام آمادگی کردن. ما می‌خوایم یک مختصر گزارش داشته باشیم و یک مصاحبه کوچیک از شما. این تورنمنت چگونه برگزار شده و جریان بازی رو تا این دم که امروز هفته نهم است چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خدمت شما عرض کنم که بازی به طور لیگ برگزار شد. یعنی هفته نهم است که ما بازی برگزار کردیم. بچه‌ها از ابتدا انگیزه بسیار پایین داشت و با مرور زمان انگیزه بچه‌ها بسیار بالا شده رفته و در این حال بچه‌ها از لحاظ تکنیک قوانین تورنمنت بازی فوتسال بسیار رشد کردن. الحمدلله را بسیار رشد چشمگیری داشته بوده که ما راضی هستیم از این و یک سرگرمی مثبت بین بچه‌ها و جوان‌ها دیگه. به نظر شما برنده از این تورنمنت یا اینکه قهرمان از این تورنمنت کیه یا کدام تیمه؟ والا نظر به بازی بچه‌ها که روز به روز رشد میکنه و روز به روز بهتر شده میره. تیم هایی که بسیار ضعیف بود به مرور زمان دیدیم که بعد از هفته ششم و هفتم بسیار رشد کرده و بهترین بازی رو انجام میده. هیچ پیش بینی شده نمیتونه ولی ستارگان بازی خوب انجام میده. خب ستارگان و خدمات پولی هر دو بسیار خوب بازی میکنه. البته شهید یوسف هم فراموش نکنید. شهید یوسف فعلا این سه تیم واقعا بازیش بسیار عالیه ولی همه تیم‌ها خوب بازی نه. به مول لحاظ پیش بینی واقعا سخته که فعلا پیش بینی کنیم. خب بسیار زیاد تشکر آقای زیایی، تشکر از شما و همه دوستایی که این چنین تورنمنت و یعنی که بازی‌ها را لیگ را با این بچه‌ها برگزار میکنن تا اینکه در عرصه رشد بازی و یا مهارت فوتسال بچه‌ها نقش بازی کنیم. بله زنده و سلامت باشید. تشکر. خیر بونی. بازی شروع شده دیگه. شما از بازی جریان بازی ما کوشش میکنم که گزارش بگیرم. ما می‌خوایم که قبلا تصمیم داشتیم که یک گزارش کامل از کل تورنمنت داشته باشیم اما حالا تصمیم تغییر کردم. می‌خوایم که این دفعه فعلا گزارش را همین هفته نهم جدول گزارش اسپیشال که در واقع هم قهرمان و هم مقام اول دوم سوم را نشان میده معرفی میکنه. هم برای شما با معرفی بگیرم و او یک گزارش دیگه نیاز است. توپی که تبدیل به گل نشد، فرصت بود برای تیم شهید یوسف اما مهدی جوان نتونست از این فرصت استفاده درست بود. برای توپی بله توپی که تبدیل به گل میشه. قانون بازی است اگر گل نزدی حتما باید گل را بخوری. فرصتی که خلق شد اما از فرصتی که استفاده بسیار خوب و احسنی شد. خب بازی جریان داره دوستان. امشب بازی ها بین تیم های شهید یوسف و یاران جاکا فعلا در حال بازی کردن است. یاران اف سی و اتحاد جاکا بعد از اینا بازی میکنن. همدلی و خانه بزرگ بازی میکنن و نهایتا تیم شهید فکری و تیم نوای پشی با هم دیگر رقابت میکنن و بازی میکنن. امیدوارم که بازی های نابتر و قشنگتر را به نمایش بگذارن. فرصتی که خراب شد اما از این فرصتی که دیده شد که بله فرصتی که استفاده چندان صورت نگرفت میرفت که او را تبدیل به گل بکنه. تیم های مثل ستارگان همین تیم شهید یوسف که فعلا 1-0 متاسفانه پیش افتاد پس افتاده. فرصتی که خراب شد اما استفاده درست صورت نگرفت دوستا. بله کورنری که میرفت تبدیل به گل بشه. بعد میگفتم دوستا تیم های ستارگان، شهید یوسف، خدمات پولی نجفی زاده و همچنان اتحاد جاکا، یاران اف سی و بازی های بسیار خوبی را به نمایش گذاشته. از آمار و ارقام امتیازات از اینا فعلا گزارش کامل را نمیتونم به شما بتونم مخاطر که جزئیات کامل هم در دستانم قرار نگرفته. پاس قشنگی که دوستان توپی که در درون دروازه دروازه‌بان جناب آقای پناهی قرار گرفت در واقع بازی را 1-1 مساوی کرد و کار یارانی جاکا کمی دشوارتر شد. میرفت که این بازی را به این شکل ادامه بتونه چهره حفظ بکنه اما نتونست حفظ بکنه. دوستان ما چارج موبایلم از یک طرف، انرژی خودم از طرف دیگر، به دلیل که آخرین بازی خود ماست. من ممکن است که کل صحنه ها را نتونم به شما نشر بسازم یا براتون به نمایش بگذارم اما حتما گزارش هر بازی یا هر 4 بازی در پیش رو داریم را با شما شریک می‌سازم. بله آخرین دقایق این بازی است دوستا. همچنان بازی به سود تیم شهید یوسف است که نتیجهش 4-1 شما مشاهده میکنید در کنار
دوستا و داور. دوستان عزیز، نتیجه بازی تیم شهید یوسف و تیم یاران جاکه با نتیجه 6-1 به سود تیم شهید یوسف به پایان رسید و حالا تیم های قدرتمندی چون اتحاد جاکه و تیم یاران اف سی را میبینیم که با آمادگی لازم عکسای ناب و قشنگ را میگیرن و ببینیم نتیجه بازی چطور میشه. بله، هر دو تیم قدرتمند است، هر دو تیم مدعی است. ببینیم که کدام یک از تیم ها میتونه 3 امتیاز کامل این بازی را از آن خود بکنه. آمادگی لازم گرفته شده، داور آمادگی لازم گرفته، ممنون شده این تیار است. باز بخیر گزارش. توپی که تبدیل به گل میشه. بازیکن که لباس متفاوت بدون جوراب پوشیده اما بازی خوبی را به نمایش میگذاره و گل قشنگ را در این بازی انجام میده و به ثمر میرسانه. کنج دروازه‌بان تغییر کرد. پرتاب بعدی انجام میشه. این بازیکن رفت توپی که گل نشد. دروازه‌بان دیگه فهمیده، دروازه‌بان دیگه خبر داره که گپ از چی قرار است. این پرتاب ها به چی معناست؟ او مای گاد. تو گلی که انجام شد، بازی که 2-1 به سود تیم اتحاد جاکه ادامه پیدا میکنه. دوستا بازی جان گرفت. من نمیتونم بدون از اینکه جذابیت بازی در حدی است که کل بازی رو نمیتونم گزارش بدم و برای شما نشر کنم. از اما خاطر فقط جاهای حساس، گل‌های حساس را کوشش میکنم که تحت پوشش قرار بدم. دوستان عزیز، میبینید که بازی سوم انجام میشه بین تیم‌های خان بزرگ و تیم همدلی. هر دو تیم‌های خوبی است، بازی‌های خوب رو به نمایش گذاشته. امیدوارم که این بازی همچنان یک بازی قشنگ باشد که در واقع بین هر دو تیم به مفهومی بازی فاینال است. این بازی فاینال نتیجهش به سود کدام یک از این تیم هاست بخیر در ادامه با شما خواهیم بود و گزارش ویژه را ببینیم. بله دوستا، بازی آغاز میشه با یک شوتی نسبتا دوستانه. البته دوستا گزارش کامل را من برای شما هم قبلا گفتم که نمیتونم برای شما نشر کنم، اما معلومات لازم را و بعضی شات و صحنه های خوب و جذاب و مهم بعض صحنه ها را هم با شما شریک خواهم ساخت به دلیل اینکه من هم فرصت کافی ندارم و همچنان حافظه موبایلم یاری نمیکنه و البته بعدش ادیت ویدیو هم یک حرف است. دوستای نتیجه ورزش است که هر دو تیم بسیار خوب بازی کرده. آقای سلطانی پیش بینی چیه؟ چرا گل نمیزنید شما؟ یک شانس داشتم زورم ازت کرا خورد. او بلدی از ما گل حسابه. او به آب نداره دیگه. او سمسای بازی که سلطانی او شاید دورم ما ثبت داشته باشم تا اینجا. موفق باشید آقای سلطانی.